سلام. در جلسات قبلی آموزش OpenCV ما تشخیص صورت و کشیدن اشکال مختلف رو آموزش دادیم. الان در این بخش میخوایم که بتونیم یک سری کارهای پیشرفته تر با OpenCV انجام بدیم. اول از همه ما OpenCV رو ایمپورت میکنیم. اجازه بدیم ایمپورت کردیم رو رانش کنیم. اینجا باید یه دونه کرنل انتخاب کنیم. بعد اینکه رانش کردیم ما باید الان تصویر مورد نظرمون رو دریافت کنیم. من این تصویر دارم، میخوام با استفاده از OpenCV لبه های عکس خودمون تشخیص بدم. خب اول باید چیکار کنیم؟ اول باید با استفاده از OpenCV عکس رو لود کنیم و در یک متغیر ذخیره بکنیم. بعدش باید این عکس خودمون به فرمت خاکستری در بیاریم، رنگش رو خاکستری کنیم که بتونیم اعمالی که میخوایم روش اعمال کنیم. CV2 color از این تابه عکس خودمون رو بهش پاس میدیم و واسه از این تابه آماده OpenCV میایم عکسمون رو از پایه RGB به خاکستری تبدیل کنیم. اگه ما این رو ران کنیم میبینید که ما تصویر رو به صورت خاکستری رنگ داریم. حالا خب ما میخوایم مرزا و لبه های عکسمون رو داشته باشیم. داخل OpenCV یک تابع آماده است به نام کنی که در این تابع میاد و لبه های عکس خودمون رو پیدا میکنه. حتما باید عکس در محدوده خاکستری باشه. این یک ترشولد، یعنی چند تا پیدا میکنیم و ما بهش میگیم حدود 200 خط و 200 مرز رو پیدا کن و زیاد کار با این نداریم جز اعداد آماده خودش و اینو ران میکنیم. حالا ما میخوایم این خروجی خودمون رو داشته باشیم. میگیم ایمیج شو، عکس اول از همه عکس اورجینالمون رو نشون بده. بعدش بیاد عکس که با استفاده از OpenCV تونستیم لبهاشو تشخیص بدیم. میذارم ایج که مشخص باشه، یعنی این دو تا تصویر از هم الان جداست و تصویر ایج رو به پاس میدیم. درست اگه بنویسم ایج و این تابای اون است که میگم وقتی کیو رو زدم تابه بسته شه، عکس نشون داده نشه و وقتی کیو زده شد تمامی پنجرهایی که هست کامل از بین بره. حالا وقتی ما اینو ران کنیم دو تصویر متفاوت به نشون میده. یک تصویر اصلی ما که به این شکله و این تصویر که تونسته لبه هاشو به دست بیاره. کیو رو میزنم که جفتشون بره. خب برای اینکه این مقادیر پررنگ‌تر یا کم‌رنگ‌تر شه این مقادیر رو میتونیم تغییر بدیم و دقیق‌تر و جزئی‌تر میشه و میتونه لبه‌های خیلی بیشتری واسه ما پیدا بکنه. خب ممنون شما. این بخش پیدا کردن لبه با استفاده از OpenCV بود.